به نام خدا، محسن سلمانی هستم. با قسمت دوم آموزش برنامه‌نویسی به زبان اسمبلی در خدمت شما هستم. توی این قسمت به سراغ گروه‌بندی بیت ها میریم. به هر 8 بیت کنار هم میگن 1 بایت و هر 2 بایت کنار هم رو بهش میگن 1 ورد. بیت های ورد از 0 تا 15 شماره گذاری میشن. بایت سمت راست رو بهش میگن لا اوردر بایت یا بایت مرتبه پایین و بایت سمت چپ رو بهش میگن های اوردر بایت یا بایت مرتبه بالا. توی 1 ورد بیت شماره 0 رو بهش میگن LS بیت یا بیت کم ارزش و بیت سمت شماره 7 رو بهش میگن سمت چپ. شماره 7 رو بهش میگن MS بیت یا بیت پر ارزش. هر 4 بایت متوالی تشکیل یک دابل ورد میده. این هم یک نوعی هست. هر 8 بایت هم بهش میگن کایت ورد و هر 10 بایت متوالی رو بهش میگن 10 بایت. مقادیری که میتونن داخل بایت ورد و دابل ورد قرار بگیرن از این قرارن: داخل بایت 0 تا 255 اعداد بدون علامت 0 تا 255 و اعداد علامت دار 0 منفی 128 تا 127 توش جا میگیرن. در نوع ورد 0 تا 65535 و منفی 32768 تا 32767 جا میگیرن. داخل دابل ورد از 0 تا 2 به توان 32 منهای 1 مقدار داخلش قرار میگیره و اعداد علامت دار منفی 2 به توان 31 تا 2 به توان 31 منهای 1 داخلش جا میگیره. در عملیات های باینری همونجور که دیدیم عملگر جمع به این شکله: 0 به علاوه 0 میشه 0، کریمون هم 0 هست. 0 به علاوه 1 میشه و کریمون هم 0 هست. 1 به علاوه 0 1 میشه، کریمون هم 0 هست و اما 1 به علاوه 1 نتیجه میشه 0 و کریمون میشه 1. جدول تفریق هم به این شکله: 0 منهای 0 0، 0 منهای 1 0 و بارامون میشه 1. 1 منهای 0 میشه 1 و بارامون میشه 0. 1 منهای 1 میشه 0، بارامون هم میشه 0. و اما عملیات در سیستم مبنای 16 یا هگزادسیمال، همونطوری که ما دیدیم توی سیستم 10 دهی ما داریم از ارقام 0 تا 9 استفاده میکنیم. توی سیستم 2 دویی از 0 و 1 استفاده میکنیم و اما اینجا ما باید از 0 تا 15 استفاده کنیم. به خاطر اینکه ابهام رفع بشه ارقام 10 تا 15 رو به ترتیب با حروف A تا F نشون میدن، یعنی 10 معادل A، 11 B و به همین ترتیب 15 F میشه. برای تبدیل مقدارهای سیستم 10 دهی به مبنای 16 فقط کافیه که اون رو تقسیم های متوالی تقسیم بر 16 بکنیم، مثل سیستم 2 دویی که تقسیم بر 2 میکردیم. مثلا اینجا اگر بخوایم عدد 174 رو به مبنای 16 تبدیل کنیم، 174 تقسیم بر 16 نتیجهمون میشه 10 و باقی موندهمون میشه 14. 14 معادل چه عددیه؟ ای. پس ای رو جایگذاری میکنیم و اما خارج قسمتمون 10 تقسیم بر 16 نتیجه میشه 0، باقی موندهمون میشه 10 که معادل آ هست. از آخر به اول اعدادی که به دست اومده رو، باقی مونده هامون رو می نویسیم آ ای. پس این معادل عدد 174 در سیستم 16 دهی. باز هم یک مثال دیگه: عدد 3740 رو میخوایم از سیستم 10 دهی به سیستم 16 دهی ببریم. به همین ترتیب 3740 تقسیم بر 16 نتیجه میشه 233، باقی موندمون میشه 12 که معادل عدد 30 در سیستم 16 دهیه. بعد از اون
233 تقسیم بر 16 که نتیجه میشه 14 و باقی موندمون میشه 9 که معادل خودش هست. به همین ترتیب 14 تقسیم بر 16 که میشه 0 که باقی موندمون میشه 14 معادل ای. از آخر به اول می نویسیم، یعنی میشه ای 9 سی در مبنای 16. به همین ترتیب میتونیم مثال های دیگه هم داشته باشیم که شما میتونید از داخل کتاب مطالعه کنید. هر رقمی که داریم در مبنای 16 می نویسیم مثل ارقام 10 تایی یا ارقام در سیستم دودویی یه ارزش مکانی دارن. ارزش مکانیشون به چه شکلی است؟ 1 16 16 به توان 2 16 به توان 3. به همین ترتیب میتونیم ارزش مکانی رو بذاریم. توی سیستم دودویی هم داشتیم 2 به توان 3 2 به توان 1 و به همین ترتیب تا آخر. وقتی میخوایم تبدیلشون کنیم برعکس تبدیلش کنیم، یعنی عددی رو در مبنای 16 داریم و میخوایم در مبنای 10 تبدیلش کنیم. تنها کاری که باید بکنیم ارزش مکانی های اونها رو زیر اونها مثلا می نویسیم و بعد از اون میایم میگیم که خب این ارزش مکانیش 1 هست، عددش 5 هست، پس 5 ضرب در 1 بعدی f ضرب در 16 و به همین ترتیب. بعد هم میتونیم معادله هاشون رو داخل سیستم 10 تایی بنویسیم و ضرب رو انجام بدیم. یعنی معادل f میشه 15 ضرب در 16 میشه a میشه 10 ضرب در 256 شده، یعنی 16 به توان 2 و عددی که به دست میاد 10997 هستش. اینجا یک مثال دیگه داریم 4f2 رو در مبنای 16 دادن و میخوایم که مقدار 10 دهی اون رو به دست بیاریم. به همین ترتیب میاریم ارزش مکانی اون رو مینویسیم زیر اون 2 و بعد از اون ضرب رو انجام میدیم. فرق نداره که از این طرف انجام بدیم یا از این طرف. 4 ضرب در 16 به توان 2 f ضرب در 16 و 2 ضرب در 1. میتونیم بعدش بیایم مقادیر 10 دهی اینها رو بنویسیم و ضربمون رو انجام بدیم و عددمون رو به دست بیاریم. در سیستم 16 تایی وقتی ما یک عدد رو در مبنای 2 داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی به صورت 0 و 1 داشته باشیم و میخوایم تبدیلش کنیم به مبنای 16 تایی، هر عدد معادل 0 و 1 رو داره، معادل 2 دویش رو داره. مثلا 0 4 تا 0 میشه، یعنی باید داخل 4 بیت از اون استفاده کنیم. به همین ترتیب 1 2 3 4 الی آخر که f میشه 4 تا 1. حالا برای تبدیل یه مقدار در سیستم 16 تایی به سیستم 2 دویی میتونیم از جدول بالا استفاده کنیم. مثلا یک عدد در مبنای 16 به ما دادن، گفتن اینو تبدیلش کنیم به مبنای 2 دویی یا باینری. میتونیم معادل b رو پیدا کنیم. معادل b میشه 1 0 1 1 که اینجا ازش استفاده کردیم. به همین ترتیب 5 معادلش این میشه و الی آخر 4 تا 4 تا میتونیم جدا کنیم. و وقتی میخوایم برعکس این عمل رو انجام بدیم، یعنی یک مقدار 2 دویی به ما دادن و میخوایم معادلش رو به دست بیاریم، فقط کافیه که 4 بیت اونها رو چیکار کنیم؟ جدا کنیم. اگر رقم کم آوردیم چه کار انجام بدیم؟ سمت چپ عدد مثلا اینجا 3 بیت شد ولی اینجا 4 بیت گذاشته، فقط کافیه به اندازه‌ای که کم داریم سمت چپ عدد 0 بگذاریم. 0 هیچ تأثیری سمت چپ هیچ عددی نداره. مبنای بعدی که ما میخوایم کار کنیم مبنای اوکتال یا 8 هست. این مبنا از ارقام 0 تا 7 ایجاد میشه. برای تبدیل مقدارهای 10 دهی به مقدار اوکتال یا 8 تایی باید اونها رو تقسیم متوالی بر 8 بکنیم. مثلا اینجا عدد 125 رو میخوایم تبدیل کنیم به مبنای 8 که میشه 125 تقسیم بر 8 نتیجه میشه 15 و باقی موندمون میشه 5
به همین ترتیب میریم جلو و بعد از آخر به اول باقی مونده هامون رو می نویسیم. پس معادل عدد 125 در سیستم 8 تایی میشه 175. وقتی هم میخوایم برعکس تبدیل کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه یک عدد رو در مبنای 8 تایی به ما دادن و میخوایم تبدیلش کنیم به مبنای 10 تایی. چی کار میکنیم؟ ارزش مکانی دارن باز هم مثل همون 2 16 و الان هم 8. اینها ارزش مکانی دارن. چگونه؟ از سمت راست 8 به توان 0 8 به توان 1 و 8 به توان 2 و الی آخر 8 به توان 0 میشه 1 8 به توان 1 هم که میشه 8 و این هم میشه 128. عذرخواهی میکنم 64. بعد از اون میایم معادلش رو قرار میدیم، یعنی میگیم 7 ضرب در 1 یعنی رقممون ضرب در ارزش مکانیش و بعد اونها رو جمع میکنیم که معادلش میشه 159 در سیستم 10 تایی. اینجا هم یک مثال دیگه داریم به همون ترتیب پیش رفته، عدد رو تقسیم بر 8 کرده، باقی مونده ها رو به دست آورده و باقی مونده ها رو از آخر به اول نوشته تا معادل عدد در سیستم 8 تایی به دست بیاد. باز هم اینجا هم به همون سبک پیش رفتیم. اینجا تبدیل عدد این عدد در سیستم 8 تایی بوده یا اکتال و میخواستیم تبدیلش کنیم به عدد به 10 تایی. به همین خاطر ارزش مکانی های اون رو نوشتیم و به ترتیب ضرب کردیم. فرقی نداره که از این سمت شروع کنیم یا از این سمت. 4 ضرب در 8 به توان 3 و در علاوه 3 ضرب در 8 به توان 2 و الی آخر که میایم جمعش رو می نویسیم و عددمون رو به دست میاریم. هر رقم داخل سیستم 16 تایی توی 4 بیت نشون میدیم، اما هر رقم داخل سیستم 8 تایی رو میتونیم داخل 3 بیت نشون بدیم به این شکل. معادل 0 میشه 3 0 و معادل 7 میشه 3 تا 1. حالا اگر یک عدد دو دویی در مبنای دو دویی به ما داده بودن و گفته بودن که این رو تبدیل کنید به سیستم 8 تایی، فقط کافیه سه رقم اونها رو جدا کنیم و معادلش رو بنویسیم، یعنی 3 تا 1 0 1 0 و الی آخر. اگر اینجا هم باز رقم کم آوردیم میایم چیکار میکنیم؟ یه دونه 0 میذاریم عقب، چه یه دونه چه 1000 تا، هرچی 0 سمت چپ عدد باشه خونده نمیشه و میتونیم معادل اون رو به دست بیاریم. کاری نداره دیگه، فقط کافیه که اینجا ارزش مکانی هر بیت رو بنویسیم. مثلا اینجا 2 به توان 0 2 به توان 1 2 به توان 2 دوباره 2 به توان 0 2 به توان 1 2 به توان 2 و الی آخر هر سه بیت جدا کنیم و معادلش رو بنویسیم. مثلا اینجا بیت شماره دومش روشنه، یه دو تا میشه، پس 2 رو می نویسیم. اینجا 2 به توان 0 2 به توان 1 و 2 به توان 2 می شود چند؟ 4 و 2 روشنه، جمعش میشه 6 که اینجا 6 رو نوشتیم و به همین سبک میتونیم تبدیلات رو انجام بدیم. حالا یک عدد دادن به ما در مبنای 16، میخوایم اول از همه چیکارش کنیم؟ میایم به اعداد دو دویی تبدیلش میکنیم. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ هر رقم رو معادل دو دوییش رو مینویسیم. حالا به جای اینکه 4 تا 4 تا جدا کنیم میخوایم تبدیلش کنیم به سیستم 8 تایی. به جای اینکه 4 تا 4 تا جداشون کنیم وقتی کنار هم نوشتیمشون میایم 3 تا 3 تا جدا میکنیم. میبینید اینجا 3 تا اینم 3 تا، از اینجا جدا میکنیم 3 تا و این هم 3 تا و همین سبک عدد رو کنار هم می‌رسیم و 3 تا 3 تا جدا میکنیم و همون مقادیر اعشاری. وقتی یه عدد داریم در مبنای 10 تایی و میخوایم تبدیلش کنیم به سیستم دو دویی،
چه کاری انجام بدیم؟ مثلا اینجا داریم عدد 14 ممیز 725 هزارم، این رو میخوایم به صورت دودویی بنویسیم. معادل 14 که میشه 1 1 1 0 که به همون سبکی که گفتم 14 رو تقسیم بر 2 متوالی میکنیم و عددهاشو مینویسیم. و اما قسمت اعشارش که 725 هزارمه، 725 هزارم هم کافیه هر بار ضرب در 2 کنیم، نه تقسیم بر 2، ضرب در 2 کنیم. ضرب در 2 که بکنیم یک عدد صحیحمون میشه، یک رو بر میداریم از روش جدا میذاریم، دوباره قسمت اعشارش رو ضرب در 2 میکنیم، این صفر میشه قسمت اعشارمون، جوابمون، برش میداریم، دوباره ضرب در 2 میکنیم، یک میشه، برش میداریم، دوباره ضرب در 2 میکنیم، یک میشه، برش میداریم. به همین سطح حالا رقم هایی که موند از همون اول شروع میکنیم نوشتن، یعنی 1 0 1 1 و یک هم برای آخری که این 2 آخریه. برای تبدیلش به اعداد 10 تایی چیکار میکنیم؟ یعنی مثلا یک عدد به ما دادن به این شکل 1 1 0 1 ممیز 0 1 0 1 1، میخوایم تبدیلش کنیم به سیستم 10 تایی. چه کاری انجام میدیم؟ همون ارزش مکانی هایی که برای عدد صحیح گذاشته بودیم، اعداد صحیح رو به همون سبک تبدیل میکنیم، یعنی 2 به توان 0 2 به توان 1 2 به توان 2 و 2 به توان 3. ارزش مکانی هاشو می‌نویسیم و هر جا بیتمون 1 هست ضرب در اون عدد میکنیم و عدد رو کلا جمعش میکنیم. و اما قسمت اعشاری میایم چیکار میکنیم؟ میگیم ارزش مکانی اولی 1 دوم هستش، ارزش مکانی دومی 1 چهارم 1 هشتم 1 شونزدهم و 1 32، یعنی 1 به توان 2 به توان 1 2 به توان 2 1 روی 2 به توان 3 و همینجور الی آخر. و فقط کافیه کل این چیزی که اینجا نوشته رقم هایی که بیت اونها 1 هست ضرب در ارزش مکانیشون کنیم، یعنی 1 مثلا ضرب در 8 و قسمت اعشاری 0 ضرب در 1 دوم 1 ضرب در 1 چهارم و الی آخر. دقت کنید من توی صحبتام گفتم فقط رقم هایی که 0 هست بیت اونها میایم اونها رو ضرب میکنیم. همونجور که میدونید 0 ضرب در یک عددی 0 میشه، پس نیازی نیست که این رو بنویسیم که این رو خلاصه شدهش رو این پایین نوشته برای ما و این عدد معادل این عدد میشه داخل سیستم 10 تایی. تا اینجای کار سیستم های اعداد رو شناختیم، با اونها آشنا شدیم، با بیت ها آشنا شدیم، سیستم 16 تایی و سیستم 8 تایی هم یاد گرفتیم. ما بقیه اونها میشه تمرین شما که بتونید از اونها استفاده کنید. داخل توضیحات این کلیپ من ایمیل و تلگرام خودم رو میگذارم، اگر سوالی داشتید در خدمت هستم. تا قسمت بعدی بریم سراغ فصل دوم و شروع کنیم. خسته نباشید.